رن بیلا بساخ سکل دگل باشه بیارم صبر که تو انا بلازه جایزه کی بگیرم مازی دیر شد بله بله بگم کجا بسید گوشی کجا بردی اما رو کتب خونه ششته بودی شما کینیم خاله جان آها بدرگی گوشی را خونه بردی بردی زن برای گوشی چیز بیامدم به تحصیب استادین اومد آمدم اینجا خاطری که اسک خور بگیرم اسک چیز اسک خور از این سبستا خودی بگیرم اسک خور به روکا برسون بگیر با داخل اینجا فیلمو اکسای ازمون اگه باور که برون تو خبر نپرد فهمید کنه یک رو بستن داره گوره بسته وقتی بیا با خونه بیا گوشی بیا اسکا شما نه بعد اکسا کی بگه فیلمو اکسای با گازو آها خوبه اسکا شما نشون نمیدم به همسایه من که میفهمم من خود ما چه کار کنم از تو وقتی با کجا بخیرم تو بیاره گوشی خونه بیا این سیستی که بارن گوشی میکنم خوبه میام با خونه شیشته بودی کو بابا همین گیم بازی میکردم به هفته بچه به خونه خیلی نون پخته میکردیم تنور گزی به کل مار بکشت گرمه آخی اون برای گیم بازی نیه میام اسک خود بگیرم اسک خود اسک ما بمونده وقتی زودی بیا نمایه بابا زمین مادر گی پکن خدا برسی فقط میگی و من سر رستم به دستم داده برم راست میگه اسکا منه اسکا عریسی اسکایه ماما نیرلا ها گیپا سلام و علیکم شتنی خوبی؟ بخیری شکر ماما نیرلا می گیلک ندیدی؟ گیلک؟ کوکو به گیلکو نه دیدم چرا خیریت باشه چرا؟ زنده کسی بخوا امی گوشی مادر مبو برده خود چون خبر دارم احساس شخصی نایه گوشی ها زنکا دگه ای بو برده نالی هرچی برادیو میگردم پیدا نمیشه گیلک گوشی مادر تو برداشته بو برده؟ بله یعنی به خود گیلک هم گم شده؟ آه ای بتا خونه گیم بزی میکده خونه بدر شده بجسته خب چرا مادر تو گوشی خب دست دادی میداد؟ گفتم بده گوشی به دست متا خونه گیم بزی میکده ام یک دفعه اثر رو بدر شده عوضی کنه گیپک برو گیلک پیدا که باور بکن اگه پیار تو خبر نشه مادر تو طلاق میده به خاطر این گوشی تمام شخصیات شما شاید به داخل این گوشی باشه برو من میپالم دیگه نه من ندیدم اصلا هیچی اصلا من ندیدم که یک ساعت میشه شیشتی مکور ندیدم از این تیر شه صحیحه من میپالم اگه دیدی بابا من خبری بده خوبه برو دل جمع باش تو سکوی ساده تو چی که داری بگو عقل تو من گوشی میکشه که تو گوشی از اینا رو میداری میبری خدا کنه قسمتی از این نستونه ماما ریلو اگه گیلک دیدیم بگیم راسته برو به سرالی من برم ببین باخچه ماما شیرمت خاطری به منجگاه میره رو خوبه برو دل جمع باش خوبه من میرم برادیم خوبه امشب شب پلوه زنها به تکدوه بابو مسابیل میتوه بابو مسابیل میتوه امشب که کی چیریه لیلا بیا بله بیا کجا بودی؟ بله کجا بودی؟ کی؟ تو کجا بودی؟ من تحصیل بیستی بدتر زمین سبستی چی بستی؟ اما تبرتم اسکا خور ببینم اسکا خور بگیرم از کا خور بگیری؟ شته گوشیه به پیش تو گوشیه او که تو یک نشونه بده خون نشون ده که من سعی گوشی کنم زن برار منه مادر گیپه
گوشی زن برار تو دست تو چیکار میکنی؟ باشه من گیم بازی میکنم این اشکا خانوادگیه من عقلم یاد دارم میکشی عقلم گوشی ندم اشکا میگو اگه برار تو جبار خبر شه که گوشی زن برار خورد تو بردیشی به کوچه وردی از خو عکس میگیری یا عکسا زنی به جامعه پخش یا فامیلی به جامعه پخش تو زنده نگاه میداره مردی دارک بدی نشون نمیدم گوشی نشون نمیدم خالی گوشی نشون نمیدی تو چرا گوشی از خونه بردیشی؟ من خود نشون نمیدم اشکا زن برا خود باور بکن بچه برات تو میگش که تو گیر کنه به تاجول لغت میکنه دیپا دیپا کجا قسما تو رای میخورد کجا بود برات وقتی ما شرمات بدون بار تو گفت اگه دیدی زودی به سرا رای که مدام با ما بزی سبیستی ای بر بود این طرف برا با وقتی ما شرمات گوار کجا با میبری تو دیپا میفهمه صدا من میفهمه که منم بابا گو به سرا و رای کو برو به سرا برو که مدار دیل گرده قربو خورده تو بیر ویژگاه یک میکشی برات از او گلیلا همه شال خور بده یک دقیقه به دستمه که چه کار میشه بده همه شال خور بده این شال ما چه کار میکنی همین بگی برو روی گوشی ما محکم بسته که شالتون میارم با میره به تک کوچه مردم میگن ایلاک ما شال بسته میکنم به دگاه جان نری که گوشی از گم میشه گناه داره سر رخسر کیسیمه رخسر کیسیمه کش نکن که صفیه کنه برو که خدا رضی میگه از صبح گریه میکنه به خاطر گوشی برو دگاه چیز کرده با چی خنده میکنی؟ نه مگه تو چرا تسر تو مورچه خوره افتاده تو تسر ما چی کرده؟ با تو میگم برو به سرا برو کو به سلمان خورد بخورد از تو خب گی پاک همین تو برو به سکل براجه بگو برفته گیلک تو خلاصی به رای میکنو دیگه یه بیعقلی نکنی گیلک شال به چه کار میشه رستی؟ میارم ما کی شال میاری؟ کجا میدگه زودی بیاری شال مرکب کار دارم سر ملیس که خاطره به خدا جادیم جبار باشم لقمه نینه به تو نمیدم شادم بیعقلی بوده تو سکو گوشی زن لرور داشته و تا دست کرده میرم ما از خوا اسب میگیرم تو اسب ما چه کار کنه سرکلی تو با ماست گرفتن میارزه همین گوشی یکی از تو میستونه یک چپاتی رو تو بزنه گوشی از تو میستونه چه شاره عجیب وقتی شده کجا میری بابا جو؟ علیکم بابا جو خوبی؟ شکر کجا میری به چیمه؟ هیچی برای گیلک میدادم چی میری گیلک؟ کار دارم شما به کجا بدی؟ برفتم به او غله برای دمو 50,000 گوسپند بستوندم بابا جو چی کار داشتی به گیلک بابا جو؟ هیچی کار خودش نبید مدام گفتم برو برای گیلک بیا گردن گوه بگیره خاطر گوه بدوشم من وعد مکو به گوه نمیکشه برفتم برای گیلک برو به چی خوب گردگور پیدا کن 100% دور پیدا کنی خوب ببوری به سرا خوب خوبه خودی بچه ها شوخی نکنی به تکوشه بابا جو خوبه برو که وقت دوشیدن گوه دیگه من چون من خودی تو سکل چه کار کنم هم هر رو تو چرب میکنی پلک هم پاک میکنم بس میکنم چرب میکنی جان خیریت با خود سکل خود گپ میزنی خیریاته یا راستی دیوونه کردم این سکل هم عادی بر چرب عادی بر پاک میکنم هم بس میکنم با چی چرب میکنم من چون مبلین خوره این من همین تنی از این واشیر بدن از لولا جان سلیب شده خراب شده همین ببر یک واشیر بر نکنه کوکی لالا وقت کال بری با واشیر بنز میگه لالا عبدالجبار شما از این طرف کجا بودین همین تا جای براتون کم کار داشتم لالا خیریت بود خیریت لالا عبدالجبار من چند کلمه گپ داشتم برای شما شما بچه به خدای هدایت کنه گیفاک اما باز کار مداره کرده بچه شمانی لالا عبدالجبار سعی کنیم شما با می خونه کردیم با می خانم خوب بگیم که می گوشی خور به دست می گیلک نده بچه شما می پیشتر میگشتک برات گیلک گفتم خیریتم کوکو چی خاطر برات گیلک میگی گفت گوشی مادر مرور داشته و برده به کوچه گفتم گیلک ندیدی گفت گیلک هم خود گم شده من مگذار به شما میگم گفت به خاطر که به داخل می گوشی مادر ما عکسای و فیلم‌ها خانوادگیه خدا این خانم رو هدایت کنه 10 بار به می خانم خوب گفتم که برادر به لحاظ خدا همین گوشی به دست بچه‌ها نده به دست بچه‌ها نده یک روز یعنی می تا فیلم‌ها خانوادگی به تای منطقه بیروشه که ابرو و حیثیت ما به این منطقه بره هسته دیگه هسته گلک چی شد ندیدی تو برای کدام به خونه بیام آدمی تا خوندن کرده میرا گفتم تیز کرده رو به خونه بری خدا فلان شال مرام تا بابو شال مرام بابو لالا جبار هم شال ما گم نشه میکنم شال تو خیر بینیم دیگه باز خاطر که کسر ملیس که برو تو سکوی چه کار میکنه با کجا بیدی آخه تو کی؟ تو ما به سرا تو به کجا بیدی؟ ایشتا به سرا تو چرا این تا کارا میکنی چه کار کردم؟ گوشی میری اخونه ور میداری
میری به سرا. مادر تو که یک سر با من جفنگ میگه لنگ کوش خور ورد اشتباه داد به دنبه کلمه خورد بس دیگه با تو هم خود کله کنده خب من جفنگ نگو. من چی میفهمید عقلم بیامده بود که من عقلم بکشه که من برم گوشید زن برار خور نبرم به سهرا. بابا به کی نشون دادم این میفهمی چیه؟ چیه؟ این پتونی لولای همیت بوی عرق کلی از این میده سال از این که همه حالت بوی عرق کله میده برای کسی کو بسه کدوم مرغ روی آسمان نیلولا گفت دلک به تو میدم که گوشی نشون دیشته گوشی گفت نه اون اسکایه. آره گوشی به کجا کدی؟ بس سرا دادم دست مادر تو از تو به تو نمیزنم. تو خبر داری من 50 کیلومتر به تا زمینا برای تو بگشتم. عکس خانوادگیه به طعم گوشی. اوی تو مردم به تقله اعلان میکنم مردم به تقله عزیب البزی بر عزیب البزی بر میگن که گیلک بی عقل سادی اوی تو عقل من میکشه که من گوشی خونه خور ندم مثلا گوشی زن برار خود به مردم نشون ندم که اسکا ببینه. این تو خیال که دی عقلی نیه. گیلا پیار خوب دیدم و خدا اگه خبر نشه پوستتو میکنه گوتا کجا میری گوتم برون با گیلک بگم بیا گردن گاوه بگیر گاوه بودشو. خب خیره چی میگه پیار تو دیگه مادر تو خود جبران کرده که لنگ کوشو بزد به دنبه کلمه خورد برو میگه مرازی بخوری تو برخور زیتی میگه بزی خونه غیر از این به غم خونه ببینی ماشم پیار که پک مر طلاق میده اگه ببینه که از کام پخش میشه گفتم گفتم به کل طور ببینم مردم به روخو میره. اولی من میرم به سرا 120 تا میری میای به سرا. میرم 120 تا مال با باسکلی هم 120 تا برم نمیشه بتونی لیلا خیلی بوی عرق میده. تو چری نمیبری؟ مونده شدم به کل گند زد دی پتو ازی تیز دیگه. خب برو پیار ما خبر نشه. دوغا من نشمی با خوبه جاک دوغ بدشتم به تا یخچال که یخ کنه خوبه با خدا بشه میتور کاسه دوغ تیار میکنم.